بسم الله الرحمن الرحیم. عاشورا روزی است که تاریخ را برای همیشه تغییر داد. در 10 ماه محرم سال 61 هجری قمری در سرزمین کربلا امام حسین علیه السلام نوح پیامبر اسلام همراه با خانواده و یاران با وفای خود در برابر ظلم و ستم ایستاد. او برای قدرت و حکومت قیام نکرد، بلکه برای زنده نگه داشتن حقیقت، عدالت، کرامت انسانی و ارزش‌های الهی به میدان آمد. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام و یارانش با ایمان، شجاعت و فداکاری در برابر سپاهی بزرگ ایستادند و با جان فشانی خود درس آزادگی و عزت را به همه انسانها آموختند. حضرت عباس علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت قاسم علیه السلام و دیگر یاران وفادار امام با ایثار و وفاداری نام خود را در تاریخ جاودانه کردند. پیام عاشورا محدود به یک زمان و یک مکان نیست، بلکه پیامی جهانی از عدالت، آزادی و ایستادگی در برابر ظلم است. امام حسین علیه السلام فرمود: اگر دین ندارید، در دنیای خود آزاده باشید. امروز پس از گذشت قرنها، نام و یاد کربلا همچنان در دل میلیونها انسان زنده است و عاشورا الهام بخش آزادگان جهان باقی مانده است. السلام علی الحسین و علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا حسین.